اتفاقی که زیاد توی درگیری‌ها میفته چیه؟ این ببین طرف دستو میذاره میره واسه زدن مشت، یعنی با این دستش میذاره بول میده میره واسه زدن مشت. درست شد؟ کار عمده‌ای هم که ما میکنیم مثلا چیه؟ ببین گرفتن میزنه میره واسه دفاع دیگه، میره دستشو میاره بالا که دفاع کنه مثلا. خب میزنه طرف دوباره 1 2 3 بالاخره میخوره یکیش. باید از این حالت تهاجمی خارج شد. به محض اینکه قفلت کرد که بزنه، ببین دست میره بالا که چیکار کنه؟ بزنه. ببین 3 تا تکنیک میگم. 1 دستات بیاد بالا که اگر نتونستی دفاع کنی، اگر نتونستی تکنیکی بزنی روش، حداقل این مشتم نخوره بهت. خب پس دستا اومد بالا. 2 ببین با اشاره دست، با یکی دست چیز کن بگیر که مشخص شه. ببین اومد بالا با اشاره دست پشت دست. ببین حریف کلا تعادلش به هم میخوره. شما میتونی اینجا ضربه رو بزنی بهش، چون که دیگه نمیتونه مشتش رو بزنه. پس دست اومده بالا، خب این دستو میذاری پشتش به شما میدی. نگاه کن اومده، نگاه کن ضربه زیر پا. درست شد؟ پس 1 شماره 1 میاری خب که نزنه. ببین به محضی که اومد یا بگیر و بزن. درست شد؟ میتونه بزنه.